به نام خدای بخشاینده و مهربان. سلام خدمت همه دوستان و بینندگان عزیز. امید که جور صحتمند باشید در هر قسمتی از دنیا که هستید. دوستان عزیز، امروز چهارشنبه مورخ 8 هود 1403 تصمیم گرفتیم یک ویدیو برای شما تهیه کنم از برفباری که طی از یک نیم شبانه روز گذشته در تپوس جغری باریده. دوستای عزیز، شروع برفباری سه‌شنبه شب بود. اول باران بارید تا اینکه هوا یک اندازه سرد شد. هوا که سرد شد، برفباری به گونه تربرف ادامه داشت تا امروز رفت. تا امروز یعنی صبح چهارشنبه. ماشاءالله نام خدا برف خوبی بارید و همین برفباری باعث شد تا بعضیا 2 بار و بعضیا 3 بار فیدوالای خود جارو کنند. دوستای عزیز، امیدواریم که همین برفباری ها باعث شنه تا انشالله مشکل کمابی در منطقه حل شد. دوستا اگر بیننده باشید، اینیم از مقدار برفی که قوس جاغوری باریده. ما بعد از برف جاروهای زیاد تصمیم گرفتیم که راه خانه را در مجید منطقه وصل کنیم. دوستای عزیز، تشکر از اینکه ویدیو را بیننده بودید. بلده حمایت از مو کانال را سابسکرایب کنید و همچنان کلیک زنگوله را فشار بدید تا از ویدیوهای بعدی که آپلود کنیم آگاه شید. دوستا تا ویدیوهای بعدی، خدایار نگهدارتان. خداحافظ.